باید بدونید که یکی از مهمترین پیش‌فرض‌ها برای انجام تحلیل‌های آماری پارامتریک توزیع نرمال داداست. چنانچه دادای شما دارای توزیع نرمال نباشند، شما نمیتونید از آزمون‌های پارامتریکی مثل رگرسیون، آنووا، منووا، منکووا استفاده کنید. سلام و احترام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه، ایام بکام باشه. بیرجندی هستم. در ادامه سلسله ویدیوهای آموزشی در خدمتتون هستیم تا یکی از مباحث مهم در انجام آزمون‌های پارامتریک که بررسی توزیع نرمال داداست رو با هم دیگه پیش ببریم. امیدوارم که این ویدیو کمک کننده باشه و بتونه شما رو کمک بکنه در این مسیری که هستیم. خب خوشحال میشیم از ما حمایت بکنید با سابسکرایب کردن و لایک کردن ویدیوهای ما. چنانچه در مسیر تحلیل آماری خودتون نیاز به کمک داشتین، میتونید روی شرکت آماری ما حساب بکنید تا ما بتونیم به شما کمک بکنیم فرآیند تحلیل آماریتون با سرعت و دقت بیشتری پیش بره. چنانچه هم به مشاوره رایگان نیاز داشتین، میتونید با ما ارتباط بگیرین. راه ارتباطی ما زیر این ویدیو و توی صفحه کانالمون هم موجود هست. خب من اینجا یه دیتایی رو آوردم با هم دیگه بررسی بکنیم، ببینیم که آیا دارای توزیع نرمال هست یا نه. این دیتا 2 درس به نام ریاضی و فیزیک، نمرات یه سری از دانش آموزانه و خب ما قرار بررسی بکنیم ببینیم آیا نمره ریاضی با فیزیک همبستگی داره یا نه. مثلا ما اگه از همبستگی پیرسون بخوایم استفاده بکنیم، باید دادا دارای توزیع نرمال باشن. توزیع نرمال واقعا خیلی حساسه برای آزمون‌های پارامتریک، چون آزمون‌های پارامتریک به داده‌های پرت و عدم توزیع نرمال به شدت حساسن. مثلا شما اگه از آزمون تی تست رو در نظر بگیرین که قرار میانگین 2 گروه رو با هم دیگه مقایسه بکنید، اگه داده‌هاتون دارای توزیع نرمال نباشه و داده پرتی داشته باشین، چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ ممکنه که شما توی گروهتون افراد قوی جمع شده باشن، توی گروهتون افراد ضعیف جمع شده باشن و خب مقایسه اینا با هم دیگه درست نیست. داده‌ها باید توزیع نرمال رو داشته باشن. یا اینکه توی گروه نگاه می‌کنیم ببینید تعداد افرادی که نمرات کم گرفتن بیشتر از اونایی که نمرات بیشتر گرفتن و این تقارنه به هم ریخته. مثلا میانگین روی نمره 10 ولی بیشتر افراد یک گروهتون اینجوریه که بیشتر نمره 4 و 5 و 6 گرفتن در مقابل اینی که بخوان نمره 20 بگیرن یا 19 بگیرن. یعنی دو طرف میانگین، پراکندگی میانگین با هم دیگه برابر نیست و خب این باعث میشه که شما عملا 2 گروه رو وقتی با هم دیگه مقایسه بکنید که توی اون گروه نمرات 20 بیشتره و توی این گروه نمرات 4 و 5 بیشتره، اصلا اینا مقایسه‌شون ممکنه اشتباه در بیاد و چون اصلا این دادا نرمال نیست. یعنی شما اصلا درست نمونه‌گیری نکردی، نرفتی یه جوری نمونه‌گیری بکنی که توی نمونت هم افراد قوی باشن هم افراد ضعیف و یه تقارنی بین اینا وجود داشته باشه. خب حالا اینو روی نمودار بیشتر بهتون نشون میدم که متوجه بشین که دقیقاً این موضوع یعنی چی. خب بخش آنالایز اگه ما باز بکنیم، بخش دیسکریپتیو استاتیستیکس و بخش اکسپلور، اینو اگه باز بکنیم اینجا، اینو تو ویدیوهای قبلی هم بهتون توضیح دادم، برای آمار توصیفی میتونیم از این استفاده خیلی خوبی بکنیم. میتونید برای استفاده از این آپشن هم به ویدیوهای قبلی رجوع کنید تا ببینید چجوری میشه ازش استفاده. ما متغیرهایی که میخوایم رو انتخاب میکنیم، میاریم توی بخش دیپندنت لیست و کاری به بخش استاتیستیک نداریم. بخش پلاتس رو باز بکنیم، اینجا نمودار استیم که علامت زده خودش، ما هیستوگرام هم میگیم به ما بده، باکس پلات خودش اوکی شده علامتش زده و اینجا نورمالیتی پلات فیت تست رو ما علامت میزنیم. چرا؟ چون که آزمون کولموگروف، اسمیرنوف و شاپیرو-ویلکو به ما میده و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم ببینیم آیا داده‌هامون دارای توزیع نرمال هستن یا نه. کنتینیو میزنیم و اوکی میکنیم. خب اینجا یه جدول اول میاره که آمار توصیفی رو به ما نشون میده. خب فعلا کاری بهش نداریم و اول میریم سراغ آزمون‌های کولموگروف، اسمیرنوف و شاپیرو-ویلکو، چون ما برای اینی که بخوایم داده ها ببینیم دارای توزیع نرمال هستن یا نه چند مرحله رو پیش میبریم. اول چک میکنیم ببینیم که
ببینیم داده پرتی داریم یا نه. اگه شما داده پرتی داشته باشین، خب مسلما این آزمونای کولموگروف، اسمیرنوف و شاپیروویل نرمال بودن داده ها رو نشون نمیده، میگه داده شما دارای توزیع نرمال نیستن. اول میریم چک میکنیم ببینیم داده پرت داریم یا نه. بعد از اون میایم آزمون کولموگروف، اسمیرنوف و شاپیروویل رو چک میکنیم. اگه از اینا نتیجه نگرفتیم و گفت داده‌های شما توزیع نرمال رو ندارن، میریم نسبت چولگی و کشیدگی که همون اسکیونس و کورتوسیس رو تقسیم بر استاندارد ارورشون میکنیم که توی بازه‌ای باید قرار بگیرن تا تایید بشه که دادا داره توزیع نرمال هستن. اگه اون روش جواب نداد، شما میرید نمودارهای هیستوگرام و کیو پلات رو بررسی میکنید ببینید که دادا داره توزیع نرمال هستن یا نه. خب اول اینکه بهتون اصلا نشون بدیم که شکل این نمودار زنگوله‌ای دقیقاً چجوریه. خب دوباره کلیک کنیم روی هیستوگرام، میاد بخش چارت ادیتور. اینجا یه گزینه به نام شو دیستریبیوشن کرو که اینجا یه خطی رو اینجا میبینید که روی محور ایکس و ایگرگ برای ما رسم میکنه. میگیم خط نرمال رو برای ما رسم کن. خط نرمال که رسم بکنه، شما اگه نگاه بکنید خب اینجا حالت اون شکل زنگولی طور رو داره. توی توزیع نرمال به این صورته که داده ها باید در دو طرف میانگین پراکنده شده باشند و بیشتر افراد به میانگین نزدیک شده باشند و همینجور باید یه تقارنی بین مثلا این نمرات کم و نمرات زیاد وجود داشته باشه. اینجوری نباشه که بیشتر افراد اون نمرات مثلا 10 داشته باشن و افراد کمی داشته باشیم که نمره بین 15 تا 20 داشته باشن. این نشون میده دیتا آنورماله. و خب اینجا رو اگه نگاه بکنیم، اینجا یه سری دادای پرت هم داریم که اصلا از اینا جدا افتادن و اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم اگه داده پرتی هست و حذف بکنیم. خب این شکل کلا یه شکل نمودار نرماله، میتونیم نرمال در نظر بگیریمش، ولی خب میخوایم مرحله مرحله با هم دیگه پیش بریم. میریم چک میکنیم ببینیم که اصلا ما داده پرت داریم یا نه. آره درسته، ما حدوداً 3 تا داده پرت رو به ما نشون داده. یکی 325 26 27. این 3 تا رو ما باید حذف بکنیم. خب میایم اینا رو حذف بکنیم. 325 26 27 این 3 تای آخری گفته که اینا داده پرته و ما حذف میکنیم و دوباره میریم تب آنالایز و دوباره بررسی میکنیم ببینیم آیا چی شد، داده های پرت ما حذف شد یا نه. اینجا اگه نگاه بکنیم مثل که حذف شدن دیگه نیستن و حدوداً یه وضعیت نرمالی رو میتونیم مشاهده بکنیم توی دیتا. و خب در ادامه نگاه بکنیم، آره نمرات پرت حذف شدن و میریم با هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم که آزمون کولموگروف، اسمیرنوف چی رو به ما نشون میده. اول بهتون بگم که آزمون کولموگروف، اسمیرنوف و شاپیروویل تفاوتشون تو اینه که شما اگه داده های کمی داشتین از آزمون شاپیروویل که استفاده میکنین، حدود 50 60 تا اگه داده داشتین، اگه داده هاتون زیاد بود از آزمون کولموگروف، اسمیرنوف استفاده میکنین. ولی بدونید چون گاهی وقتا در عالم واقعی که با دیتای واقعی مواجه هستین، واقعا خیلی وقتا آزمون کولموگروف، اسمیرنوف و شاپیروویل که اصلا جواب نمیده و شما مجبورین از نسبت چولگی و کشیدگی که همون اسکیونس کورتوسیس رو تقسیم بر استاندارد ارورشن کنید استفاده بکنید یا نگاه کنید به هیستوگرام. ولی خب شما باید هر چقدر که شما داده‌های پرت رو اگه حذف بکنید، این آماره استاتیستیک باید کمتر بشه. هر چقدر کمتر بشه این از معنیداری خارج میشه. حالا این فرضیه HCF و H1 توی آزمون کولموگروف و اسمیرنوف و شاپیروویل اینه که HCF میگه داده ها دارای توزیع نرمال هستن، H1 میگه که داده ها دارای توزیع نرمال نیستن. به عبارتی در فرض HCF ما میگیم که داده های مشاهده شده با داده های مورد انتظار به هم دیگه نزدیکن، یعنی داده ها دارای توزیع نرمال هستن. فرض H که ما میگیم که داده های مشاهده شده با داده های مورد انتظار با هم دیگه اختلاف زیادی دارن. خب برعکس تمام فرضایی که سیگ هایی که ما در تحلیل آماری دنبالشون هستیم که معنی دار بشن، اینجا ما میخوایم که این سیگنیفیکانت آزمون کولموگروف، اسمیرنوف اینجا عدم معنیداری رو نشون بده، تایید بکنه که داده ها دارای توزیع نرمال هستن.
خب ما از این روش که نتیجه نتونستیم بگیریم، میریم سراغ اسکیونس و کورتوسیس. اسکیونس، کورتوسیس میزان پخی یا اوج داده ها که چقدر بالاه یا پایینه اینو به ما نشون میده. اگه من اینجا الان این خط نورمالیتی رو رسم کنم، چقدر بالا و پایین بودن این خط رو نشون میده. اسکیونس هم پراکندگی بین دو طرف رو نشون میده، بین دو طرف از میانگینو. خب شما باید توجه داشته باشین که توی توزیع نرمال وقتی ما این خط رو رسم میکنیم، میانگین، میانه و مود به همدیگه نزدیکن. اینجا الان میانگین حدود 14.69، باید مودم که اینجا پیک بلندی از همه بلندتره، باید مودم اینجا باشه، میانه هم فکر میکنم باید اینجا باشه دیگه. اگه بررسی بکنیم اینجا استیم مود رو نشون میده که اینجا 14 رو داره نشون میده، میگه که خب به 14 و 69 که میانگین ما هست که نزدیکه. اگه ما میانه رو هم نگاه بکنیم 14، این میانه، مود و میانگین به هم دیگه نزدیکن. این یعنی نشون میده دادای شما توزیعشون نرماله، یعنی یه تقارنی بین دو طرف میانگین اتفاق افتاده. نمودار نرمال اینو به ما نشون میده که اگه ما اینجا یه خطی الان از اینجا بکشیم بیایم پایین که اینجا میشه میانگین، باید دو طرف میانگین یه تقارنی بینشون وجود داشته باشه. خب اگه ما به اسکیونس و کورتوسیس نگاه بکنیم و بخوایم اسکیونس و کورتوسیس رو تقسیم بر استاندارد ارورشون بکنیم، شما اگه 291,000 تقسیم بر 135 بکنید میشه 2.1. خب منابع زیادی هست که میگن که باید بین -2 تا 2 باشه. عددی که از تقسیم اسکیونس بر استاندارد ارورش به دست میاد باید بین -2 تا 2 باشه. خب گاهی وقتا شاید اینجوری مثلا به نتیجه نرسید و یه سری از منابع دیگه گفته بین -3 تا 3 هم باشه شما میتونید داده رو نرمال در نظر بگیرین. و اینجا کورتوسیس هم باید بین -2.5 تا 2.5 یا -3 تا 3 قرار بگیره، ولی شما میتونید هر دو رو -3 تا 3 در نظر بگیرید. این بستگی به شرایط داره، ولی اگه بین -2 تا 2 باشه خب ایدئال تره. خب اینجا کورتوسیس اگه 742,000 تقسیم بر 2700 بکنیم میشه 2.74 که بین همون -3 تا 3 قرار میگیره و نشون میده که این داده الان نرماله. با توجه به اینی که ما میانه، میانگین و مود رو با هم دیگه هم مقایسه کردیم و دیدیم به هم دیگه نزدیکن و نسبت چولگی و کشیدگی هم تو این وضعیت قرار داریم، ما میتونیم دیتا رو نرمال در نظر بگیریم. و اگه که شما از این روش استفاده کردین و بیشتر از 3 شد، اگه بیشتر از 3 شد شما میرید سراغ هیستوگرام رو نگاه میکنید ببینید که اصلا دیتای شما ایرادش کجاست. گاهی وقتا میبینید چولگی رو به سمت راست نشون میده که تقارن نیست و باید یه سری از نمراتی که زیاد هست رو حذف بکنید تا یه تقارن ایجاد بشه. گاهی وقتا ممکنه چولگی به سمت چپ باشه و نمرات کمتون بیشتر باشه از نمرات زیادتون و نیاز باشه که یه اصلاحی صورت بگیره که یه تقارنی بین دو طرف میانگین اتفاق بیفته. و این کارهاییه که میتونید انجام بدید که دیتا رو تا حدودی نرمال در نظر بگیرید. خب هیستوگرام رو نگاه میکنیم. بعد از هیستوگرام میتونید به کیو پلات هم نگاه بکنید. کیو پلات نشون میده اکثر نقاط روی خط قرار گرفتن و فاصله زیادی از خط ندارن، پس ما میتونیم داده رو نرمال در نظر بگیریم. خب این تمام روش‌هایی بود که میتونستید داده رو نرمال در نظر بگیریم. حالا توی یه جلسه دیگه‌ای سعی می‌کنیم که روش‌های نرمال کردنم بهتون آموزش بدیم. گاهی وقتا شما از این 3 تا روش استفاده می‌کنید و می‌بینید که اصلا داده نرمال نیستن و نیازی که داده رو نرمال بکنید، چون دیتاهای واقعی ایدئال نیست، همیشه این مشکلات رو داره و چیزی که توی کتاب‌ها و توی ویدیوهای خیلی قشنگی که جای زیادی می‌بینید اینجوری نیست و خیلی وقتا نمونه‌گیری ما در دسترسه و اصلا می‌بینید که حالا نمونه‌ها درست پاسخ ندادن یا اتفاقای اینجوری. دیتا بالاخره نرمال نیست و شما باید یه سری کارا روش انجام بدید که دیتا رو نرمال بکنید.
ولی کلا 3 تا روشی که میتونید داده ها رو نرمال در نظر بگیرین. اول استفاده از کلموگراف اسمیرنوف و شاپیروویل که اگه این جواب نداد میرین نسبت چولگی و کشیدگی که اسکیونس و کورتوسیس رو تقسیم بر استاندارد ارورشون میکنید. اگه بین ایدئالش بین -2 تا 2 بود و حالا یک کمی با حساسیت کمتر اگه بخواید بهش نگاه بکنید بین -3 تا 3 میتونید دیتا رو نرمال در نظر بگیرید. اگه این روش جواب نداد شما میتونید به هیستوگرام و کیو پلات نگاهی بندازید که ببینید که آیا دیتا نرمال هست یا نه و به نمودارها اگه نگاه بکنید اشکال کارتون رو راحت‌تر میتونید متوجه بشید. خب امیدوارم که ویدیو تونسته باشه بهتون کمک کرده باشه. چنانچه سوالی یا مشاوره‌ای در این زمینه خواستین هستیم در خدمتتون تا بتونیم بهتون کمک بکنیم. امیدوارم ایام خوبی رو سپری بکنید. خدا نگهدارتون.